و برادر دیگری به ما سوال کردند که بارک الله فیکم دو سه دعا رو معنیش رو به ما بیان میکردید. دعای اول رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر، یا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. البته از سنت های صحیح این چنین دعاها ثابت شده است که دعا میکنیم و صحابگان و گذشتگان دعا میکردند که ای الله به ما آسان بکن و به ما مشکلی نکن و عاقبت کار ما رو به خیر بکن. معناش همین است، رب یسر ولا تعسر. و کمی دوام هم دارد و تمم بالخیر، یعنی تمام کارهای ما رو عاقبتش رو به خیر و نیکویی انجام بده. یا محول الاحوال، یعنی این ندا به الله است که ای الله تغییر دهنده حالت ها که غیر از الله دیگر هیچ کسی تغییر داده نمیتواند، حالت های ما را به بهترین حال تغییر بده. و دعای دیگر آیا گفتن درست است یا نیست؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی او قلوبنا على دینک الاسلام. البته این دعا از سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و این دعا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سجده ذکر میکردند، در سجده میگفتند. معنای دعا این است که ای دیگرگون کننده قلب ها، دل ها، دل ما را در اسلام نگه بدار، در دین اسلام نگه بدار. بارک الله فیکم.